در درس گذشته راجع به رفتار تولید صدا و نقش صدا در زندگی پرندگان صحبت کردیم. ضمن اینکه اشاره کردیم که در بسیاری از پرندگان یک دستگاه مخصوص تولید صدا و موسیقی به نام سیرینگز وجود داره که به اونها قدرت آواز خوندن میده. در این درس میخوایم به طور اختصاصی به رفتار آوازخوانی در پرندگان بپردازیم. اولا پرندگان بعد از انسان بیشتر از سایر جانداران برای برقراری ارتباط با همدیگه از صداها استفاده میکنند. صداها نقش بسیار برجسته‌ای در زندگی پرندگان دارند. یه ویژگی مهم در مورد صداها اینه که تولید کننده صدا میتونه پیغام خودش رو بدون اینکه نیازی به دیده شدن داشته باشه به مخاطب خودش برسونه. بنابراین احتیاجی به منبع نور برای شنیدن صدا وجود نداره. صداها در هر زمانی از روز و شب قابل استفاده هستند، به همون دلیل قبلی، چون احتیاجی به نور نیست. پس صداها میتونن در تاریکی، در روشنایی و در هر محیطی عبور بکنن و به مخاطب خودشون برسن. مخاطبین صداها میتونه بیشمار باشه. یعنی یک صدا ممکنه در حیوانات یا پرندگان یا جانوران مختلف واکنش‌های مختلفی به وجود بیاره، در حالی که ممکنه منظور فرستنده صدا الزاماً به وجود آوردن اون پیام در سن گیرنده صدا نباشه، ولی صداها میتونن در مخاطبان بیشمار واکنش‌های مختلف به وجود بیارن. یه نکته مهم این که صداهایی که پرندگان تولید میکنن در دامنه شنوایی انسان قرار داره، در حالی که بعضی از پستانداران و بسیاری از حشرات میتونن صداهایی تولید بکنن که اصلا برای انسان قابل درک نیست، ولی اصولا صداهایی که به وسیله پرندگان تولید میشه در دامنه شنوایی انسان قرار داره. صداهایی که پرندگان تولید میکنن میشه به دو دسته اصلی تقسیم کرد: نداها و آوازها. حالا یکی یکی در مورد هر کدوم از اینها صحبت. نداها صداهایی هستند که اصولاً به طور غریزی تولید میشن. یعنی یه جوجه، چه جوجه پیشرس چه جوجه دیررس، که توصیه میکنم اگر راجع به پیشرس و دیررس چیزی میتونیم به اون دوتا درسی که مربوط به نوزادان پیشرس و دیررس هست مراجعه بکنیم. چه نوزادان پیشرس چه دیررس، چه نوزاد پرندگانی که خیلی زود به تکامل میرسن، یا نوزاد پرندگانی که در زمان تولد چشم و گوش و همه اعضای حسیشون کاملا بسته است، میتونن نداهایی از خودشون تولید بکنن. این نداها با گذشت عمر، با گذشت سن، کیفیت متفاوتی پیدا میکنن و مهارت بیشتری در تولید اونها به وجود میاد. ولی تمام پرندگان قادر به تولید ندا هستند. حتی اگر اندام شنوایی یه پرنده رو تخریب بکنیم و اون پرنده رو در یه محیطی کاملا بدون صدا بزرگ بکنیم، طوری که هیچ صدایی رو در زندگیش نشنیده باشه، باز هم قادر به تولید ندا هست. بنابراین تولید نداها یک امر غریزی هست. اما نداها چه ویژگی دارن؟ اولین ویژگی نداها اینه که اصولا فصلی نیستن. بنابراین در هر زمانی از سال پرنده میتونه نداهایی رو که مورد نظرش باشه تولید بکنه. نداها ترکیب ساده‌ای دارن، برخلاف آوازها که ترکیبشون بسیار پیچیده است. توسط هر دو جنس تولید میشن. حالا بعداً میبینیم که اصولاً آواز رفتاری است که فقط به وسیله پرنده نر به وجود میاد، در حالی که نداها رو هم پرنده نر و هم پرنده ماده هر دو میتونن تولید کنن. نداها میتونن هدفشون درخواست کردن چیزی باشه. این درخواست کردن میتونه حتی یک فرم اخطار باشه، برای اینکه به یک عامل مهاجم، به یک پرنده مهاجم دیگه، به یک حیوان مهاجمی داره اخطار میکنه و از اون میخواد که از محدوده و قلمروش دور بشه. میتونه هدف از تولید نداها آگاه کردن بقیه نسبت به چیزی باشه، مثلا منبع غذا، منبع خطر، یا حتی دعوت کردن پرندگان دیگه به اینکه سر سفره بیان و با هم دیگه غذا بخورن. نداها میتونن صدا کردن جوجه ها یا نوزادان رو در خودشون جای بدن. یعنی پرنده با کمک نداها به جوجه های خودش پیام های مختلفی رو میده. ولی یکی از مهمترین نداهایی که در پرندگان، به خصوص اونهایی که پرندگان مهاجر هستن، دیده میشه، نداهایی که برای همگروهی، شروع رفتارهایی مثل کوچ تولید میشن، یا در مورد بعضی پرندگان مثل کلاغ‌ها نداها نقش خیلی مهمی دارن تا اعلام خطر بکنن به هم نوعانشون، یا اونها رو دعوت به جنگ بکنن، یا اونها رو از یک خطر برهانن.
اما آواز یک مقوله کاملا متفاوت از نداهاست. آواز به طور اصولی فقط به وسیله اعضای راسته گنجشکسانان خوانده میشه، اگرچه راسته گنجشکسانان بزرگترین راسته در کل رده‌بندی پرندگان هست و پرندگان بیشماری رو شامل میشه. آواز خواندن یک امر غریزیه، بنابراین همه پرندگان نر آوازخوان با رسیدن به سن بلوغ شروع به خواندن آواز میکنند. اما مهارت در خواندن آواز یک امر اکتسابی که نیاز به آموزش داره. خب، گفتیم آواز اصولاً فقط به وسیله پرنده نر خوانده میشه. در بعضی از پرندگان آوازخوان که پرنده ماده هم ممکنه نداهایی رو به شکل آواز تولید بکنه، اونها رو از نظر پرنده شناسان بهش آواز نمیگن، بهش میگن نجوا. تستوسترون و بلوغ جنسی نقش خیلی مهمی در خواندن آواز داره. در واقع پرنده نر زمانی که به بلوغ جنسی و بدنی میرسه و تستوسترون در خونش به حد قابل قبولی میرسه، شروع به خواندن آواز میکنه. تجربه و گذشت عمر مهمترین نقش رو در آموزش و تمرین آواز داره. بنابراین یک پرنده مسن آوازخوان بهتری معمولاً تا یک پرنده نر جوان. اما نکته مهم اینجا اینه که برای یادگیری آواز به یک استاد نیازه و پرنده نر اینجوری نیست که درسته به صورت غریزی آواز میخونه، ولی آواز خواندن حرفه‌ای، آواز خواندن با مهارت کامل نیاز به یک استاد داره. خواندن آواز و یادگیری آواز در چند مرحله انجام میشه. مرحله نخست یادگیری آواز قبل از سن بلوغه، یعنی زمانی که پرنده نر جوان به صدای استاد خودش که ممکنه پدرش باشه یا پرنده نر دیگری که در اون محیط یا در اون زیستگاه او داره زندگی میکنه و حتی ممکنه هیچ خویشاوندی هم با اون نداشته باشه، به صدای آواز او گوش میکنه. این پرنده معلم این پرنده است. قبل از سن بلوغ فقط گوش کردن و به خاطر سپردن آواز هاست، یعنی پرنده هنوز اینها رو بازخوانی نمیکنه. پرنده جوان فقط به این صداها گوش میکنه و اونها رو به خاطر میسپاره. مرحله دوم یادگیری آواز یک دوره سکوته. اینجا مرحله‌ایه که پرنده نر جوان آوازهایی را که شنیده فقط در ذهن خودش مرور میکنه و سعی میکنه اونها رو به خاطر بیاره. بازخوانی هنوز وجود نداره و در حقیقت مثل یک مراقبه میمونه که پرنده جوان فقط این آوازها رو در ذهن و در وجود خودش با خودش دوره میکنه. مرحله سوم زمانی شروع میشه که پرنده نر به دوران بلوغ جنسی خودش میرسه، تولید تستوسترون در بدنش شروع میشه. حالا شروع میکنه آوازهایی رو که قبلا شنیده بود و در ذهن خودش ضبط کرده بود شروع به بازخوانی میکنه. پرنده اینجا ضمن اینکه آوازها رو بازخوانی میکنه، سعی میکنه ملودی های تازه تولید کنه و از همه مهمتر این که به واکنش پرندگانی که اطرافش هستن، به خصوص اگر پرندگان مادی اینجا باشن، به واکنش اونها دقت میکنه که اینها چه عکس العملی نشون میدن نسبت به آوازی که او داره میخونه و ملودی های خودش رو امتحان میکنه. بعد از مدتی میتونه با خلاقیت خودش نوت‌های تازه تولید بکنه و صداهای جدیدی به آواز خودش اضافه بکنه. مرحله پایانی خواندن آواز زمانی که دوره تولید مثل یا زاد و ولد سر میرسه. حالا پرنده نر جوان باید مهارت خودش رو در آنچه که فرا گرفته از محیط و از پیرامونش و از استادش به نمایش بگذاره. اینجا در پرندگان آوازخوان مهمترین نقش در پیدا کردن جفت مهارت در خواندن آوازه. یعنی پرنده نری که آوازخوان قابلی باشه به راحتی جفت پیدا میکنه و پرنده ماده او رو میپذیره. خب پس پرنده نری که آوازخوان قابلی باشه به راحتی میتونه جفت پیدا بکنه یا پرندگان ماده رو به سمت خودش برسونه. اما این نکته جالبتر این که تقلب فقط خاص انسان نیست، بلکه پرندگان نر هم میتونن در خواندن آواز تقلب کنن. به این معنی که بعضی از پرندگان نر جوان که نتونستن جفت پیدا بکنن، میرن آواز پرندگان مسن رو یاد میگیرن و ادای اونها رو در میارن. در حقیقت خودشون رو به جای پرنده مسن با تجربه جا میزنن
و به این ترتیب پرندگان مادر رو فریب میدن و جفت پیدا میکنن. اما آوازها فقط کاربردشون جفتیابی نیست، بلکه آواز پرندگان کاربردهای دیگه‌ای هم برای اونها داره. یکی از مهمتریناش نشان دادن حد و حدود قلمروه. پرندگان نر زمانی که قلمروی رو برای تولید مثل اختیار میکنن یا شروع به لانه سازی میکنن برای اینکه جفت خودشون دعوت بکنن، البته لانه سازی ممکنه به وسیله هر دو انجام بشه، ممکنه به وسیله فقط پرنده نر انجام بشه. بنابراین اینها در زمانی که دارن حد و حدود قلمرو رو میخوان به دیگران نشون بدن، شروع به خواندن آواز میکنن. آواز یکی از ابزارهای نشان دادن حریم زندگی پرنده نر و حریم تولید مثلشه. ضمن اینکه همونطوری که تو انسان بناها و کارگرها موقع ساخت و ساز، موقع درست کردن دیوار، موقع بنایی آواز میخونن، برای خشت و آجر و گچ و مصالحشون آواز میخونن، پرندگان هم موقع جمع کردن مواد مورد نیاز برای آشیانه یا سرهم کردن لانه خودشون آواز میخونن. به این ترتیب در واقع دارن خرسندی خودشون رو از اون چیزی که قرار در زندگیشون اتفاق بیفته و جفتیابی قرار بکنن نشان میدن. آواز پرندگان هر منطقه یک رپرتوار محلیه، یعنی اینکه پرندگان هر اقلیمی به سبک خودشون آواز میکنن و در واقع یک کنسرت محلی رو با هم دیگه اجرا میکنن که با آواز اون پرندگان در ناحیه و اقلیم دیگه میتونه کاملا متفاوت. یه چیز جالب‌تر این که آوازها لهجه دارن. لهجه‌های مختلف آوازها در پرندگانی که در جاهای مختلف دنیا زندگی میکنن با همدیگه متفاوته. در این نموداری که اینجا میبینید آواز خوندن یک پرنده به نام چرخریسک رو نشون داده که این چرخریسک در سونوگرام های سمت راست پرنده است در مناطق بیشه‌ای زندگی میکنه و در سمت چپ در جنگل های انبوه. میبینی که نوع آواز با وجود که این همون پرنده است و شکل ظاهریش هم در مناطق مختلف خیلی خیلی به هم شباهت داره، اما نحوه آواز خواندنش، ملودیش و چیزی که میخونه با هم کاملا متفاوته. یه بخشی از نوع تفاوت در نوع خواندن آواز بستگی به محیط و پیرامون زندگی پرنده داره. جایی که درختان بیشتری باشه، رسیدن آواز به مخاطب میتونه مشکل تر از جایی باشه که فضای بازه و دشته. بنابراین بسته به این که اقلیم چطوره و پیرامون محل زندگی پرنده چطور باشه، لهجه آواز و نحوه خواندن آواز تغییر میکنه. ضمن اینکه اگر یه پرنده بتونه یک آواز رو با لهجه‌های مختلف بخونه، میتونه در زمانی که یک عامل مهاجم به قلمروش نزدیک میشه، با تقلید صداهای مختلف و خوندن آواز در لهجه‌های مختلف، این ایده رو در پرنده مهاجم به وجود بیاره که اینجا چندین پرنده دارن زندگی میکنن و اون رو بترسونه. بنابراین خواندن آواز در لهجه‌های مختلف میتونه نقش مهمی در مراقبت از حریم و قلمرو پرنده داشته باشه. انسان در طول تاریخ از آواز پرندگان هم لذت برده، هم در جهت‌های مختلف الهام گرفته. شعر و ادبیات فارسی سراسر مثال‌های مختلفی از آواز خواندن پرندگان و تمثیل آواز اونها به خواسته‌هایی داره که شاعر قصد بیان کردن اونها رو داشته. آواز خوندن بلبل گاهی وقتا از عشق گله، گاهی وقتا از سرمستی و گاهی وقتا شکایت از فراق. هدیه انسان به پرندگان معمولاً اسارت، گلوله، آتش و نابود شدن زیستگاه‌های اونهاست. امیدوارم یه روزی برسه که همه بتونن اجازه بدن تا پرندگان از خوشحالی و سرمستی آواز بخونن و همه ما یاد بگیریم که به این آواز زیبا گوش کنیم.